ما و شما در کل یک است. یعنی مهمه که هدف ما یک است، دشمن ما هم یک است. ما به هدف خود باید تلاش بکنیم. جوانا که انرژی بیشتر دارم، خب بیشتر تلاش میکنم، ما سپاسگزاریم از اونا. اما بزرگای ما مثل پاسدار خراسان که در امی لایو میا اشیا و روز شرکت میکنه، از اینا ما بسیار 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 باز از اینا باز سپاسگزارم که اینا هستم که ما هستیم. ما بزرگای ما باید حضور داشته باشم، خوردای ما باید حضور داشته باشم، حضور پررنگ. دیگه انسان جایز الخطاه. اگر ما خطاکار نبودیم خب انسان نبودیم، از یا فرشته بودیم یا از انسان یک چیز بالاتر بودیم. چون انسان هستیم خطاکار هم هستیم، جایز الخطا انسان. ممکنه در واژه ها، ممکنه در گفتار، ممکنه در لهجه ها یک اختلافات باشه، اثر از اونا متوجه میشیم که همینجا یک توهین به ما شد، ولی بگذاریم و به این فکر نباشیم که حتما او رو اصلاح کنیم، اون خودش اصلاح میشه. و میایم سر بحث انمی اوغانیزم. برادر عزیز، شب و روز گفتار ما همی است، به شماها نیست، شما همه عالم هستیم، ولی گفتار ما به همین کسایی که ما میگیم اگر یک دو نفر زیر لایو میایه میشنوه به اونا است. نام وطن ما خراسان بوده، سر ما ظلم شده، انمی نام برای ما تحمیل شده. در امی 200 خورده ای سال که 280 سال 85 سال که اوغان حکومت کرده، هیچ دستاورد نداره، دستاوردش صفره. اگر کسی میگه که دستاورد داره، یک نظر به افغانستان که میگم بندازه، ما میگیم خراسان، اونا خودشون یک نظر بندازن که ببینم کجا یک دستاورد داشته. بنابراین شما کشورهای همسایه ببینیم، ایران ببینیم، پاکستان حتی ببینیم، که دیگه کشورها رو ببینیم. پاکستان امروز اتمی شده. انمو پاکستان که زمانی که پاکستان رو جدا کرد از هند، انمی نام تعمیلی افغانستان رو هم بر خراسان موند. خراسان رو ببینیم، پاکستان رو ببینیم، هر کشوری که شما آفریقا هم بری، اگر یک کشوری ببینی باز هم از خراسان امروزی پیشرفته تر. چرا که اوغان اینجا حکومت کرده و یعنی هم نمیخواه بپذیره، هیچ قبول نمیکنه که برادر ما 300 سال 4 سال نه 5 سال نه 10 سال نه یک 50 سال نه یک نزدیک به 300 سال تو حکومت کردی، غیر از خون خرابی و بربادی و دیگه حال به اینجا رسیده که تجاوز به ناموس میکنی. حال به اینجا رسیده که تو قوم رو به جان قوم تو انداختی، تو اوغان انداختی. اگه امروز من میگم اوغان، به خاطر از اینکه تو عامل شده که من امروز با شجاعت و صراحت به تو میگم اوغان، با شجاعت و صراحت به تو میگم تو دیگه نباید ریاست بکنی، با شجاعت و صراحت میگم که درسته که خانه دارم، یک زمینی هم اونجا دارم، ولی تا زمانی که توی اوغان اونجا رئیس جمهور بشی پای خود اونجا نمیگذارم و پای خود میگذارم. آرزویم هست روز میگذارم که تفنگ دستم باشه، با تفنگ بیام با تو جنگ بکنم. در غیر این صورت پای خودم نمیگذارم اونجا. اگر اجازه باشه تشکر از شما دوستا. ببینیم گپ من همی بود که من همه ای بچه‌هایی که در همین لایو هستم میشناسم، یک تعدادش مثل حامد کامل دیگه، پاسدار خراسان، اینا از من بزرگتر هستم، بسیار احترامشون دارم. دیگه از شما خواهش میکنم که اگر اینا از خود ما هستم، اگر یک اشتباهی هم یک وقتی رخ میده، شما همون اشتباه درک میکنیم، فهمیدیم که اینجا یک اشتباه شد، یک کمک توهین شد، یک کمک اعصاب خردکنی بود، شما گذشت کنیم بریم. گذشت خصلت مردان میگه. بالاخره سن سالا، من اون زمانی که من 25 ساله بودم، اون زمان من 7 ساله بودم، در سن 7 سالگی در مدرسه مولانا طیبات من کتابای عربی رو به کنز یک و دو خوانده بودم. حافظه به او حد بوده. امروز حافظه جای رسیده که کوچکترین شعر من نمیتونم حفظ بکنم. پس شما باید به ما به خاطر سن سال ما یک مقدار حق بدیم که ما به او اندازه که حافظه شما خوب است، به لحاظ تاریخی هر آن چیزی که امروز شما میشنوید ضبط میکنیم، اما ما به او رقم نیستیم. دیگه اگر یک اشتباهی از ما سر میزنه، ما دیگه مؤاخذه نکنیم، ببخشیم. ما هم در کنار شما هستیم. انمی راه ما، هدف ما هست، انمی راه مشترک با هم میریم ان شاء الله.
انشالله میریم که یا این باید خراسان کنیم یا باید حق خود از افغان بگیریم یا که زدنی هستیم با اینا دیگه. هیچ برادری وجود نداره. برادر میره به ناموس برادر تجاوز میکنه. میبینیم دیگه. اگر به هر بالا شدی مثل بفند و گو بری رفتی به هر گفتی هر کاری میکنی او ما به او گپ نداریم. اگر دیگه بیعقلی های میکنی گپ نداریم. ولی امروز که تو دست ناموس ما بردی دیگه اینجا خط قرمز ما. بعد از حرفای مزمل اگر کدام چیز گفتنی داشتی خراسانی صاحب باز بفرما. حبیبی صاحب اگر حرفای شما ختم شده که مزمل عزیز صحبت بفرمایید مزمل گرامی صحبت کنم. قربان شما بزرگوار، قربان شما. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار و وجود و عدم. درود و سلام خدمت یک پارسی زبانان، خراسانیان، تاجیکان تاجدار، هزاره های با علم و دانش و ازبکان، ترکمن ها، بلوچ ها، پشهی ها، از هر تباری که هستین، از خراسان سترک هستین و زیر سایه خراسان سترک بزرگ شده اید، ولی در عین حال با یک نام جعلی بیشتر ما به گوش های ما نواخته شده و بزرگ شده. متاسفانه ولی امیدوار هستم که تنتان سالم باشه، روانتان خراسانی و پارسی بانانه یا فارسیوان گونه باشه و افتخار بکنین به زبان پارسی و به خراسان سترک و به تاریخ و تمدن گوهربار این زبان گوهربار و زبانی که یگانه زبان از دوره باستان تا کنون زنده هست و زبانی هست که اگر این زبان یا فارس ها، ایرانیان شرقی، ایرانیان کنونی، همون شکل که آقای زمیر صحبت کردن، گفتن که ما یک مسئله دیگر در اینجا بیان میکنم. خراسان میفهمین که ریشه هست. همین خراسان جغرافیای کنونی ما، بلخ باستان، هرات ما، قندهار ما، این افغان ها خود به 277 سال قبل آمده 1747 اینها وارد شدن در اینجا و اگر پیش از آن هم بودن اینها کوچی هایی بودن که البته در زیر قجدی ها بودن. این مسئله جدا هست، ولی اون کندهارا یا گندهارا که هست جغرافیای ما و شما بوده و در اونجا اکنون هم بیشتر پارسی زبان هستند و به زبان قند پارسی صحبت میکنن و امروز خوشبختانه با یکی از قندهاری های درانی من در جای سر خوردم. اولین بار بود که من میبینم یک قندهاری میای حقیقت میگوید و بسیار وضعیت کنونی را به طور درست تحت مداخله و قنکاش قرار میده و میاد در اونجا برای ما واضح بیان میکنه که افغان ها چی هستن، افغان ها کی هستن، افغان ها چرا این گونه متعصب هستن، چرا این گونه ناانسان هستن، بیدین هستن، تمدن گریز هستن، کتاب سوز هستن و پارسی ستیز هستن. تمامش رو اونجا بیان کردم. برای اولین بار بود و ما واقعا خیلی خرسند هستم از این که با چنین یک فرد آشنا شدیم و ممکن که در برنامه های آینده همراهشان آشنا شویم دیگه. واقعا ما درود به فرد مبارز میفرستم در اینجا. فقط یک مسئله را در اینجا ما بیان میکنم. دوستان گرامی، درست از بزرگان ما هر آن کس بزرگ من پدر من هست. بعد از خدا یگانه بزرگ من که هست پدر بزرگوار من هست، یگانه رهبر من که هست پدر من هست. و از زمانی که دست چپ راست را شنیدم و من خودم با ادیان مختلف در حدی که توانایی داشتیم مطالعه کردیم، در همه ادیان، یعنی ادیان ابراهیمی که هست، از ادیان ابراهیمی شروع تا دین به حساب زردشتی که است، یکی از ادیان سابقه پارسی زبان ها یا از نگاه کهن بودنش هم بگوی یکی از دینهای کهن در سطح دنیا هست. زردشتیان یا زردشت پیامبری از تبار یا از پارسی گویان بوده. یعنی ما در تمام اینها مطالعه که در حد توان بوده به عنوان یک فرد کوچک داشتیم و کردیم، تحقیق کردیم، ولی بعداً به عنوان رهبر خود ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را قبول دارم و به عنوان رهبر سیاسی به
ما فکر میکنم اولین بار بوده که احمد شاه مسعود رحمت الله علیه را یکی از آزادگان یا پیامبر آزادگان که نام گذاشت. ببینین اینجا اشتباه نشوه، اشتباهی در اینجا نشوه که گویا ما کسی را با کسی دیگر تشبیه میکنیم یا اون را مقایسه میکنیم. اون گونه نیست. پیام، شما یک پیام را میتوانه آقای ضمیر پیام خود را در اینجا بدهد، پیام خود را میده، خدای ناخواسته یک اتفاق میفته، اینها سفر میکنن به جای دیگه، پیام اینها رسیده هست. آقای مولانا عبدالشکور پیامشان را داده. حالا هر اتفاق که بیفته آقای عبدالشکور پیام آزادی، پیام از دید تاریخی و از دید دینی و مذهبی از هر آنگونه‌ای که بگوین اونها بیان کردن. 30 دقیقه در حد فکر میکنم صحبت از اونها است. اونا پیامشان را داده و احمد شاه مسعود به عنوان پیامبر آزادگان، کسی که استعمار را نمیپذیرفت، کسی که جغرافیای خود را معامله نکرده، کسی که در مقابل جماهیر شوروی مبارزه کرد و یکی از دومین ابرقدرت‌های دنیا را به زانوش نشانده است. ما اون را رهبر خود قبول کرده بودم و اکنون رهبر تاجیکان نداره و ما به رهبر و رهبر بودن کنونی که از درینمی فعلا که هست هیچ کسی را رهبر نمیدونم، هیچ کسی را در اون سطح رهبریت نمیدونم. مسئولانی که اکنون میآید در راه آزادی، در راه فرهنگ، در سیاست و در ابعاد مختلف مبارزه میکنن قابل قدر هستند و ما تشویقشان میکنیم، در پشتشان ایستاده هستیم. هر آن کسی که بر ضد بربریت و خرخریت هست، هر آن کسی که پاسدار زبان پارسی هست، هر آن کسی که پاسدار این تمدن سترگ هست، هر آن کسی که خراسان سترگ را از دل و جان میخواهد و میداند که هویت این جغرافیا خراسان هست و این نام نیاکانی هست و این جغرافیای مادری هست. و ما یک مسئله را که فراموشم نشه و پیشتر میخواستم اون را بیان بکنم. ایران که البته آقای ضمیر با تاریخ بیان کردن اون مسئله را، حالا این ایران تا ایران کهن فرق میکنه. آریانا، ایریانا یا ایرانویچ، ببینین این واژه ها را خوب صحیح شما ببینین. آریانا به معنای ایران کهن، ایرانیان واقعی من شما هستیم. واژه تاجیک، واژه ایران، واژه نمیفهمم آریانا، نژاد، اینها که از ببینید شما باید تمام اینها را من شما از نگاه تبارشناسی و آسیب شناسی باید از این را بفهمیم، فهمش را برسیم به این مسئله. و ایرانیان واقعی من شما هستیم. تاریخ نگاران آمدن، ببینین امریکایی است، ریچارد فورتس است، ریچارد فروتوس بود، اینها آمدن در کتابهایشان بیان کردن، یعنی اینا شرق شناسا یا ایران شناسان بودن که من شما را خراسانیان کنونی یا تاجیکان کنونی، اینمی جغرافیای خراسان فیلی من شما را ما را خراسان ایرانیان شرقی نامیدن. ولی در حقیقت ریشه که است خراسان است. انگلیس ها، امریکایی ها، غربی ها، تمام اینها، رومی ها در زمان حتی اون گذشته ها که بوده، چرا همه اینها در بجان من شما چسبیده هست. اکنون شما باید از این درک بکنین که من شما ریشه هستیم و تاجیکستان، ایران، خراسان به این معنا 3 روح در یک جسم هستیم من شما. این را باید بدانین. ممکن جنگل است خوب و بد داره در هر کجا. ممکن ایرانی فعلی که هست نظر به زمان مکان که هست من شما، نظر به اون اجتماعی که ایجاد می شود، نظر به اون وضعیتی که قرار است در یک جامعه، اون برمیگرده به مو. نظر به یک فامیل، مثلا یک کسی در یک فامیل با فرهنگ بزرگ شده، از لعن صحبت کردنش من شما اون رو میفهمیم. اینجا بحث از واژه ها شد. آخر ناسزا یک واژه قند پارسی است. این رو ما نمیتونیم با گویچ برابری بکنیم. درست است ما از پنجشیر فکر میکنم 130 کیلومتر راه تا کابل هست. ما که بیای تا اونجا برویم، به هر واژه‌ای که ما استفاده میکنیم 10 شکل
اون گفته میشه. در گلبار بیاین، در پروان بیاین، در تا کوتل و اینجاها بیاین، داخل وارد کابل شوید، واژه های یک واژه را به چند شکل اونجا در گویش های مختلف. حالا اگر ما اینها را بیایم بگوییم این زبان پنجشیری شد، این زبان این شد، خب ما ایره نمیتوانیم این گونه بیان بکنیم. این اشتباه هست. آخر زبان یک زبان هست، طور گفتار واژه ها یا گویش هایی که متفاوت هست اون جایش علایده هست. هر آن کسی که از شما ببینید زبان ها که هست گسترش پیدا میکنه، واژه های جدید وارد زبان ها می شود. اینمی گویش هایی که هست در هر مناطق که هست، مردم به یک چیز یک نام جدید خودشان اختراع میکنن، یک نام را بالایش میگذارن، این وارد اون ممکن که هست وارد دیکشنری پارسی شود. یک زمانه ما یکی از دوستان ما است، خیلی یک جوان فهمیده هست، ما واقعا دوستش دارم. یک گفتمان خود را تازه اونها نشر و پخش کردن، به اولین بار از کن را میبینم. همین حرف تهدیگی را بیان کردن، بسیار جالب است. در پروان که است تهدیگی را که است، مثلا اون را چی میگوین؟ میگه آقای اسلم او را سختک میگوین، ولی در کابل که است تهدیگی یا تهدیگی میگوین، که ببینید چقدر تفاوت های میان اینها است. و به همین شکل مثلا ما میگیم السلام علیکم در کابل خوب هستین، صحتتان خوب، ولی اگر با عیسی و پنجشیری ما با شما صحبت بکنم با اونمو بخیر باشی برادر، خوب هستی، جان جوره، چه گپا، خانه خیرتی است. این گونه ببینین. ما اینجا فکر میکنیم ما یک زبان دیگر، لهجه تهرانی با لهجه‌ای که در شیراز صحبت میشه زمین آسمان فرق داره. لورها که هست مثلا صحبت میکنن یک واژه بسیار دیگر داره. مازندرانی ها را شما آهنگ هایش را بشنوید، شما ببینید با مازندرانی ها آشنایی پیدا بکنید، آنها خیلی شیرین هم صحبت میکنن و خیلی هم واژه ها را قسم استفاده میکنه که بعضی از پارسی زبان ها به سوال گویا که این زبان دیگر باشن. نه، زبان پارسی هست که خاستگاهش هم بلخ باستان هست و اینمی خراسان جغرافیای کنونی من شما هست و اینمی را ما نمیتونیم آخر جدا بکنیم. در مزار در بلخ باستان بروین، در مزار شبرغان شما بروین، واژه ها که از بگونه دیگر تلفظ می شود، ولی ما این را نمیتوانیم آخر زبان را جدا بکنیم. واژه دری که هست در 1343 وارد قانون اساسی می شود و اون شای خبیث عیاش که هست امر میکنه در 1343. پیش از آن تا 1342 که هست تمام مکاتب مدارسی که بوده در آنجا کتاب‌های قرائت پارسی تدریس میشد تا 1342. هم اواخر 1342 امر که این شای پدر ملعون میکنه، بعدن واژه دری است صدیق فرهنگ و بعضی هم میگه که البته اون در امو کتاب چه خاطرات خدا نوشته کرده بودن صدیق فرهنگ خودشان، و در اونجا بعضی هم میگن که گویا همین داوی که هست، اسم پیشان فراموشم شده، عبدالهادی داوی، دقیقا عبدالهادی داوی این نام پیشنهاد کرده، چرا که افغان ها و همین ظاهرشاه پدر ملعون که بود میخواست با مو دار دسته خود زبان پارسی را مکملا حذف کنه و زبان افغانی را. همین کار هم کرده بودن یک مدت بسیار کوتاه، ولی دیدن که هیچ چیز پیش نمیره، دفاتر تمامش بیکار نشسته بودن. خب از گویش افغانی آخر این چی هست؟ این از 5 زبان ساخته شده، 60% زبان پارسی را زبان افغانی حذف کنین تمام است، دیگه وجود نداره. زبان عربی، زبان ایندی ها و اینها که هست، مثلا نمی اردو که هست، این با اینی زبان ها که هست یک گویش را جور کردن. ببینید بیشتر واژه هایشان پارسی هست و یک شویده و نمیفهمم. ما زبان ما ببخشید واسه حرفت پرید، ما مثل اختاپوتی است که همه جای دنیاست، چی در انگلیسی،
چی در هندی، چی در اردو، چی در ترکی. دقیقاً پوتیم. دقیقاً من فکر میکنم زبان چینایی که است از دید همو بزرگی واژه ها یا بیشتر همو واژه هایش که است به 100 و چقدر واژه میرسه نمیدانم. منظورت از الف بایش هست دیگه؟ بله الف باش. بله. و دومین زبان اسلام که میگوین زبان پارسی است آخر. ششمین زبان بزرگ دنیا که است زبان پارسی است. این را کی کتمان کرده میتواند آخر، در حالی که انگلیس های نمی کار کرد، روس تزار این کار کرد، آخر در تاجیکستان آمدن نوشتجاتشان را تغییر دادن. چرا این کار کردن؟ چرا که میخواستن جداسازی این زبان را بکنن و یک تفرقه ایجاد شد. چرا؟ از فر و فرهنگ تو حراس دارن، هنوزم که هنوز است حراس دارن. اگر این کار نمیشد شما باور بکنین همین اکنون شما بیاین مرزهای فکری را اولا از بین ببرین، در جنگ فکری شما مبارزه را برنده شوین، در جنگ حضوری هم من شما عملا این را به اثبات میرسانیم که کامیاب و پیروز میشویم. بیاین مرزهای ذهنی را از بین، بیاین محله گرایی را کنار بگذارین، بیاین پنجشیری و کابلی و نمیدانم بدخشی و بلخی و تخاری و اینها را کنار بگذارین. حالا همه تاجیک هستین، حالا همه باید خراسانی و در اخیر در این که این مسئله را درک بکنین پارسی زبان، همه ما پارسی زبان هستیم و بیشتر مردم در اون جغرافیا که هست 98% اون مردم پاک پارسی صحبت میکنه. این افغانی آخر بیاره قدامت این زبان را، حالا آخر الفبای از این من شما نیاکان من شما نوشته کرده. درسته. دیگه وقتتان را بیشتر نمیگیرم. همین مسائل میخوایم بیان بکنم. دوستان گرامی، همین افرادی که سنن از 30 به بالا بود و مخالفت با شما داشتن دیگه از 3 دقیقه بالا همراهشان بگو تسلیم. نه 101 ساله چی؟ عزیز برای ما اجازه بتون یک 5 دقیقه وقتتان خوش. برای ما اتهام وارد در مزمل گرامی ما یک 5 دقیقه صحبت بکنم اگه اجازه تان باشه. دوستان مزمل خوش آمدید برادر. سلامت باشین دوستان عزیز. سوره البقره آیه 190 کتاب الله هست و برادری. ما در جایی که گفتیم مرا گفتم مجنون دیوانه، در حالی که ما قرآن عظیمشان تلاوت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا جنگ و جهاد و قتال بکنیم. در کجا؟ شمشیر و هوایی. دوست عزیز لطفاً ضمیر کتاب الله اینجا خوانده میشه برادر عزیز. خب من خواهش کردم ازت، میشه مایکت ببندی؟ برای من اینجا اتهام زدن برادر عزیز، مایکت بسته کن لطفاً. تشکر. و قاتلوا فی سبیل الله، خداوند برای ما دستور میده قتال بکنین، جنگ بکنین برای خدا. یک مسلمان باید در فکرش برسه که با کی ما جنگ بکنم. بازیجا میگه الذین یقاتلونکم، کسایی که شما را با شما جدال کرده و شما را به قتل رسانده. خب بزرگای ما را کی به قتل رسانده؟ این همه انسانای ما را کی به قتل رسانده؟ ولا تعدو، تجاوز و اضافه روی نکنید، تعدی نکنید. ان الله لا یحب المعتدین، خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. آیه بعدی 191 وقتلوهم، بکشیدشان. ببخشید که اگان دفعه زنگ میاد. وقتلوهم، بکشید اینها را، همون کسایی که به سر شما تجاوز کرده. حیث ثقفتموهم، همچنان که شما را کمین زده همچنان کمینشان بزنن. و اخرجوهم، اخراجش بکنن. من حیث اخرجوکم، همچنان که شما را اخراج کرده. برادر عزیز این در مسجد الحرام، حتی در مسجد فکر کن میگن نکنن جنگ، حتی یقاتلوکم، حتی در مسجد، در هر جای مقدسی که مثلا اینا استفاده جویی کردن در اونجا میتونن بکشن اگه اینا خواست شما رو بکشن. برادر عزیز اینجا مسئله از قتل و کشتار ما صحبت میکنیم. درست است در سرزمین ما آمده یک تعداد مردم به نامهای مختلف آمده ما را قتل و قتال میکنه، ولی این بزرگترین نامش، همین بزرگترین فتنه ازی اینمی یک نام است که حقیقت بزرگی را پوشانده و چی کار میکنه؟ فتنه ایجاد میکنه. و قاتلوهم حتی لا تکونو فتنتون،
بکشدشان، حتی که فتنه از زمین برای این خداوند دستور داده. به خاطر این آیه ها خیلی تکرار شده که پیغمبر خدا دل رحم بوده، نمیخواسته که در اکثر وقتا جنگ بکنه با اینا. ولی خداوند به تحقیق برادر، من زیاد طولانی نمی کنم، آیه های متعدد قرآن عظیم شان است که کفر این علمی مردم ثابت میکنه. این مردمی که سر ما و شما تجاوز کرده، ما دیدیم از کسب کارش تا سیاستمدارش تا خردش تا بزرگش تا زنش تا مردش از این قاتلا حمایت کردن. دیگه چی رقم ما بفهمیم به عنوان یک مسلمان؟ از کجا پیدایشان کنیم ما برادر؟ الفتنه تو اشد من القتل، فتنه از قتل بدتر است از قتل. اینجا دیگه چیز برای ما یاد داد. اینمی نام افغانیت فتنه است، اینمی نام افغانستان فتنه است. کتاب الله برای ما تو میگه فتنه از قتل بدتر است، ولی واقعیت بدتر است. اگه نام افغانیت نمی بود ما تو نه اخراج می شدیم از سرزمین، نه قتل می شد بزرگای ما، و نه از بین می رفتیم، و نه زندانی می شدیم. حالا چطور کنیم؟ این کارم این مردم این یک کار کرده، ما یارا کافر نگویم چی بگویم؟ خب بیارن دلیل در مقابل دلیل ما برادر، برن تحقیق بکنن، آدرس میتون براتون، با صدها آدرس میتون براتون. بازم تشکر دوست عزیز، بفرمایید. اگه کسی دلیل داره خب بفرمایید، اگه دلیل ندارن تاپا نزنین که قرآنیون هستی یا فلان هستی. بله من قرآنیون هستم، هر چیزی که تو فکر میکنی هستم، ولی ما به کتاب خدا آشنایی دارم و میفهمم و دشمن خودم میشناسم. من نمیرم با عرب و کشورهای دیگه بجنگم. کافر در داخل کشور خودم پیدا کردیم به نام افغان. حتی از اقوام دیگه به این نام آمده موت را کشته، از اقوام دیگه که به این نام ربطی نداشته آمده موت را کشته، او هم داخل است در کفر و الحاد و شرک. دیگه نمیفهم چه رقم دلیل بیاره. خب من در هر جایی که گفتم کسی نگفت که برادر اینی در اینجا اشتباهه گپ تو. خب بیاین برای من اشتباهی مرا ثابت بکنه. بفرمایید دوست عزیز، بازم تشکر. واقعا به خدا من خب خیلی واقعا لذت بردم. ببینید دوستان عزیز، اینمی اوینجر حرفایی که زد از آیات قرآن مجید گفت که ما اکثریت ما باورمند به او کلام خدا هستیم. اگر میگن نه اینمی حرف درست نیست، پس کدام اصلا مخاطب شکیتان امروز که شما تحقیق میکنین کدام راست؟ شما امروز اگر از افغان که جنایت کرده در طول 277 سال امروز اگر حمایت میکنی به خاطر اونمو رفاقت هایتان، خب خیلی تو تکذیب میکنی اینمی آیات قرآن و کلام خدا را که به خاطر راهنمای بشریت آمده. اینمی کلام خداست، کلام است که برادر ما برش ایمان داریم، از دل جان آگاهانه قبول داریم. میبینیم که در این کتاب شک تردید نیست، هیچ نوع مشکلات نداره. یک تعدادی که مخالفت با اونمو افکار شخصیشان داره امروز مخالفت میکنن، ولی در کل یک کتاب هدایت است. اینمی کتاب راهنمایی است که برای تو آدم بودن یاد میده، که میگه اینی رقم باید آدم باشی. هم در قسمت تو میتونی استفادهش کنی، در قسمت زندگی اجتماعی مبارزاتی. یعنی شما میتونین که می کتاب یک کتاب است که راهنماست براتون، یاد میده که چی رقم شما یک آدم خوب در جامعه تان باشین. یعنی تقوالش خیلی تاکید شده، انسانیت خیلی تاکید شده، حقوق انسان ها، حیوانات. یعنی شما نمیتونین که حتی ضررتان به یک مرچم برسه این کتاب. ولی یک تعداد دوستایی که عقایدشان غیر اسلامی است، باز بعض اوقات احساساتی میشن، حرفای نادرست میزنن، اون مربوط خودشان است. ما با عقاید کسا مشکل نداریم، هر کس از خودش میفهمه، دینش میفهمه. ولی ما یعنی آیات معتبر داریم در این راستا که ما رفرنس میاریم یا منبع میاریم که برادر خداوند تا میگه که این انسانه که فساد میکنه. خب فساد که میگه جرمش بلندتر از قتل است، به خاطر که اگر تو قتل میکنی یک نفر میکشی، حتما یک کسی دیگه تر میکشه. ولی فساد کسی که میکنه بازی بیشتر از او است که تو یک کس را قتل کنی. حلم خدا بیشتر از است که ما تو بفهمیم. پس بیایید برادر
این موضوعات از سرسری نگیرین. این موضوعات خیلی دقیق، کسی که براتون منبع میاره بره منبعش ببینین کدام آیت است، برین بخونین خودتون تحقیق کنین آیا ما درست هستیم یا نیستیم، آیا همین سرزمین ما را به نام دین از دست ما گرفتن یا نه. همین هایی که امروز اقتدار هستن، آیا همون کمونیستایی که بیدینی که مردم ها را سلاخی میکنن به نام دین همین ها نیستن؟ خودشان نمیگن که ما که همین استانگزایش ویدیویش نبرامده که خودش به زبان خود میگه که ما در 2007 پنهانی که خود امریکا مستقیم مذاکره داشتیم. خب کجا از اینا شما میان برای ما میگن که دروغ است، اینا مسلمان هستن؟ خب خدا اینا خودشان اونمو جاسوس اینمی کشورهای هستن که برایشان امریکا برایش مهم نیست که تو یک مسلمان خوب باشی و تو آرام باشی، اون منفعت کشورهای خود مد نظر میگیرن و هر کشوری که باشه حال دنیای عزیز تکنولوژی هر کس منفعت کشور خود مد نظر گرفته در قصه تام نیست. برای عنوان میشنم از دوستایی که تازه آمدن یا صحبت داشته باشم. مشکل رئیس صاحب خراسانی، مشکل دیگه است که از روی پرچم کاویانی، پرچمی که رنگش افتخارش در شاهنامه و فردوسی آمده، در مثنوی مولوی و در خیلی بزرگای ما مولانا صاحب، فقط مشکل اینا با این پرچم است. همین پرچمی که میبینن اصلا اون متعصبشان دیگه با 100 درجه میرسه تعصبشون، خلاص میان مستقیم تاخت تاز میکنن، در حالی که من برای اون پاچاخان توهین نکردم برادر، گفتم اگه تو عرب هستی، اگه تاجیک هستی، هر کسی که هستی امروز به نام افغانیت تبلیغ نکن برای من، چیزی بد نگفتیم برش. تو خودت میگی عرب هستم، باز میگی به نام افغانستان جنگ بکنیم. خب ما کدام از تو رو قبول بکنیم؟ پس هم عرب تو برای من دشمن شد، هم افغانت. خب این معلوم دار است دیگه که عربا میترسن از زبان فارسی برادر عزیز، به خاطر که دین اسلام فارسی زبان ها به ثریا رساندن، عربا ترسیدن، گفت کل امتیازات بر ازیا میرسه، آمدن فتنه انگیزی کردن توسط افغان. یک چیز واضح است برادر، دلتان قبول میکنه دلتان نمیکنه. همین دوست ما بالا عکس عمر جوان که مانده همینا تازه آمدن، همینا میشنیم حرفایشون. برادر سلام و درود بر تمامتان حاضرین در بحث و در زیر لایف. برادری که آیت قرآن تلاوت کرده کاملا دقیق بود، کاملا هر کسی که شک و شبهه ایجاد میکنه و داره بیاره دلیلش بیاره. و برادر تو طالبه که از روی گروه اسلامی بشناسی، گروه های تکفیری چه داعش چه طالب، همین هزاران گروه، اینا به نام قتل غارت، اینا به نام دین هستن، اینا یک برشان یک رسم خط میتن که نام اسلامی ها کلشان گروه های تکفیری هیچ نوع به اسلام ربط ندارن، یا همه‌شان قاتلن، اینا همه غارتگرن. همگیش ببینی اینا با یک دیگرشان چرا میجنگن؟ به خاطر قدرت. به خاطر قدرت پیش ما باشه گفته اینش با یکی دیگرش میجنگه، اگر این کلگیش بحث اسلام میکنه. اسلام در کجا گفته که دو گروه صحابه با هم دیگر بجنگه؟ مثلا درباره که همین گروه طالب ایجاد شد، در صورتی که یک امیر بود به نام استاد برهان الدین ربانی، چطور دومی خلیفه آمد؟ در حالی که اسلام میگه که اگر با وجود یک خلیفه که بود، دومی خلیفه اگر ادعا کرد سر دومیش قطع کنین شما. این ملا عمر خبیث به نام دین اسلام یک پرچم بالا کرد، رفت از انگلیس و آمریکا پول گرفت و در پاکستان کلگی فهمیدال امروز هیچ پنهان کاری نیست. و این کسای پشتونایی که تمامشان از طالب حمایت میکنن امروز برای ما شما شناخته شده است. به این قوم رحم نکنید، طفلش دیگه بریش رحم نکنید، در روی سرک دیدن بکشین، از دکان افغان سودا نخرین، باشون رفت آمد نکنید، دختر نگیرین. یعنی بعدم تو به مقابلش ما را قرآن پاک اجازه داده هر کسی که هر چیزی میگه بانید بگوید، چرا که برای ما ثابت کرده از روی قرآن کریم. یعنی برادر آیت قرآن هم خواند، هر کس دلیل داره بیاره. ما را از خانهای ما بیجا کردن، بزرگای ما را کشتن. از صلح گپ زد استاد برهان الدین شهید شد. تا بکه به افغانا رحم بکنیم؟ اگر در وجودی از اینا اگر ذره اسلام می بود، آیا دین اسلام همی بود؟
قبل از جنگ سرد مگر ما اسلام نبودیم؟ اسلام بودیم ولی جنگا نبود. تمام گروه های تکفیری حمایتگرش امریکای خبیث است با جمله متحدینش. در منطقه ما جنگ آورد، هزاران گروه ایجاد کرد به خاطر منافع خودش. برادر آیت قرآن دقیق خواند. سلام و رحمت الله بر خودت. واقعا شیر مادر حلال. تشکر و سپاس از دوستانی که شنیدن. سلامت باشه دوست عزیز گرامی. امتیاز قرآن عظیم شان میره و برای پیغمبر خدا رسول الله که فکر کد از زمان جاهلیت امی آیات که میخواند مردم میگفت تو دیوانه هستی، تو مجنون هستی، تو شاعر هستی، ای اساطیر الاولین هستی، قصای تو قصای قبلی هاست. ولی باز هم گفت اگه آفتاب در یک دستم باشه، مهتابم در یک دستم بگذارین، من از مبارزه خود دست نمیکشم. برادر عزیز، که قرآن به کجا رسان انسان ها را. امروز درست است که ما و شما کم به این کتاب توجه کردیم، خیلی از این کتاب دور بودیم، در خانه های ما بود ولی 7 تا جلد میکردیم به خاطری که افغانی را برای ما گفته بود. باور بکنین افغان فتنه است، والفتنه تو اشد من القتل. خدا میگه، خالق تو برای تو میگه. اینجا هست بیدینان میاین که میگه چرا قتل و کشتار آمده در قرآن عظیم شان. خیلی چی کار بکنیم؟ نه کدمی طالب کدمی افغان چی کار بکنیم ما؟ خب اگه هیچ کار نکنی اونو روزگارت میشه، اونو تجاوزها صورت میگیره، اونو کوچهای اجباری صورت میگیره، کمهای کشورهای همسایه پر میشه که با چی یک تو پوز با مردم ما صحبت میکنه. خب اینا همه درد است برادرای عزیز. وقتی اگه انسانهای به حقیقت میرسه دیگه جلوش نگیره، نمیتونن بگیره. به هر سن و سالی که باشه، به هر مقام منزلتی که باشه، وقتی کاوه آهنگر به حقیقت میرسه دیگه کسی که بزرگترین انسانها جلوش رو گرفته نمیتونه. پشت دشمن خود پایش در لرزه در میاره، چون به حقیقت رسیده بود. و همین الان انسانها و مخصوصا این فارسی زبانهای ما به حقیقت رسیدن برادر، جلوی از یا گرفتن نمیشه. این حرکت میلیونی است انشالله، حرکت میلیونی است. افغان نمیتونی این کار بکنی، نمیتونی جلوی کسی بگیری، نمیتونی به نام پشتون فرار بکنی، چون تو قتل کردی باید قصاص بشی. چشم در برابر چشم، دست در برابر دست، گردن در برابر گردن. تو این همه قتل کردی، فکر میکنی به نام پشتون فرار میکنی که بری در بغلای دو طرف سرحد در بغل برادرایت خود پرتی؟ نه برادر، تو افغان هستی، باید مردم از شما انتقام بگیره. انسانیت زنده است. انسانیت این نیست که تو فقط ظلم را قبول بکن. انسانیت این است که بر علیه ظلم محکم استاد شو، بدون ترس و هراس. امروز درست است که ما از طریق رسانه های اجتماعی صدای خدا بلند میکنیم، ولی ما به جای رسیدیم که حاضر هستیم بریم در او کشور جان خدا از دست بدیم و او کشور آزاد بکنیم. او مملکت خراسان بزرگ، حقیقت بزرگ آزاد بکنیم و این نام کفری را از اونجا برداریم، نام فتنه انگیز را. من یک کمی با تاکید چند باری که از آقای اونجا شنیدیم آیات قرآن کریم خوانده، کاملا دقیق و بجا و درست همونطوری که خدا گفته و پیغمبر گفته، آنچه که وحی الهی بوده به درستی بیان کرده تا جایی که ما خودم هم خواندیم. یعنی هر انسانی که به واقعا میگه من به خدا ایمان دارم، به کتاب خدا ایمان دارم و به پیغمبرها ایمان دارم و ایمان داشتم و یا دارم، اینا باید با زبان مادریش کتاب خدا را بخوانند که تا هر مفسد و هر شیطان و هر کافر و هر منافق نتونه به نام دین از مردم ما
مثلا مردم ما را قربانی بکنن، از دین یک شمشیر بسازن و مردم ما را به کام مرگ فرو ببرن و اهداف قومی و پلید شوم خودشان به تحقق ببخشن. کاملا 286 آیه از سوره البقره. ما ایره در ظرف 3 روز با ترجمه فارسی ما خواندیم. ما نمیگم ما قاری قرآن هستیم، کاملا این آیت هایی را که میگه صدق میکنه و ربط میگیره با همین منافقین و کسانی که میگن ما مثلا احکام خدا را پیاده میکنیم، در حالی که خدا اینا را منافق و شیطان و کافر و ظالم معرفی کرده. کاملا درست است و بجا است. تشکر. اما نوبت کی است؟ فکر کنم نوبت بست، اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. سلامت باشید دوستان عزیز. درود سلام تقدیم میکنم خدمت همه ایشان. درود بر شما. اول گرامی، واقعیت چیزی که گفتار کردی من واقعا خیلی خوش شدم. ما آیات را با ترجمه خوانده بودم، بعض اوقات فکر میکردم، ما میگفتم اگه جایی ما بگوییم شاید بر ما کلمه تکفیری خطاب شود، فلان خطاب شود، خدا را شکر کنم از زبان خودتان شنیدیم. ما یک روز میخواستم این آیات قرآن کریم را در یک لایف بگوییم، باز گفتم شاید مرا تکفیری گفته و همین گپا را بزنن ببندن، ولی وقتی که جدی فکر میکنی، عمیق فکر میکنی، واقعا چنین هست. ما دمو مشکلاتی که شما یاد کردین عیناً بالفعل دمو سیستم را با چشم خود دیدیم. بزرگان ما کشتن، فرهنگ و تمدن ما را گرفتن، غصب میکنن، ظلم میکنن، هر کاری از دستشان به صرف نمیکنن. از مقابل اینمی تو یک طایفه این می آید حکم میکنن، صدق میکنه که آدم باید این آیه عملی بکنه. و حالا فعلا ما نیاز داریم به همپذیری. چگونه همپذیری؟ همپذیری دست همدیگر گرفتن به خاطر بتانیم خود یک قدرت احساس بکنیم، بتانیم یک جغرافی کوچک بگیریم. بعد از او ما میفهمیم که باید چی کار کنیم. بعد از او اسم خراسان گذاشتن کاری است که کار اولی است. اولین بار باید نام افغانستان را تغییر بدیم. بعدش هم بود بریم طرف فرهنگ و دیگه همه چیز جور بکنیم. اما امروز که ما بیاییم گپ بزنیم از طریق تیک تاک و خیلی مردم دیگه بیان گپای ما را نقد کنن یا دیگه کنن، مثل که امروز هم شای خراسان یک نفر به نام جواد آورده بود. شما ببینید میگه که هر کسی که افغان نیست بی‌ناموس است، نوزم بلم و این وقت داد و او صحبت کرد. این کاراتون اشتباس. شما فکر میکنید که بخاطر پیش 300-400 افغان صحبت میکنه و شما به ورزش داده به خاطر دلایفتان هم اشتباه میکنی. خود جواد دیگه کیست؟ خود جانال ببینم تقاط 40 تا 50 تا پاکستانی 2003 نفر است، خودش پاکستانی است صحبت میکنه. شما او را میاری بالا که با مردم مردم بی‌ناموس بگوید. این اشتباهی که یک واسه دوست عزیز، ما خیلی عصبانی بودیم سر از امو، چون خیلی ملت ما را فحاشی کرده بود و اینجا برنامه‌ریزی کردیم و آوردیمش و همه چنان کوبیدش که دیگه تا هفته ها در حال نمیه. درست است که شاید لایفای بیاید، ولی دیدی دیگه خودت باید اینا رو بکشانیم. جناب برش وقت دادید و او گفت که هر کسی که افغان نیست بی‌ناموس است. چرا؟ مایکش باز بود، مایک ما بسته بود. گپ تو درست است، من خودم چند دفعه پایین انداختن، ولی مجبور بودیم که تا آدما را بیاریم بکشانیم و مردم حرف خود برش بزنه. در لایف‌های خودشان خود اجازه نمیده برادر عزیز. اجازه نمیده. ما نباید بزنیم اینم. فایق گرامی جانم، خواهشاً ما نباید درگیری هم دیگر بشیم. بیاین کنار هم باشیم. دقیقاً فایق گرامی میگه یک نفر باشه کارآمد باشه، ما چه کنیم سیاره. ببین
در بین 100 نفر 200 نفر 2 تاش کارآمد می باشه، اون دوگاش خیانتکار می باشن، میفروشن و دیگه میکنن. شما میبینید در دوران جمهوریت در پوسته هایی که در هلمند بودن، در قندار بودن، پکتیای ولایت پشتونشین 2 تا پشتون در قادس زیا بود، واره به طالب راه میدادن و می آمدن 20 نفر میکشتن. اینمی یک تجربه است، اینمی منطق به اینمی فکر میکنه که آدم بعد وقتی که متوجه به گپ میشی ایگا پارامتر از طریق مو حل بکنی. حال تو یک افغان تو بگی بیاد اینجا ما را بیناموس بگوید، این خب شرم است. ما بسیار وقت شرم بیت نمیشه، یعنی یه زشت است بسیار به ما شما نمیصرفه. تو آدم ها نیاریدش، ما نیاز نداریم با جواد واری آدم ها دانی بسیار نسوار دنبوره او طرف چینگ چینگ داره و کارا دیشخندی دو بزن و دشنام بزن. ما با آدم های قلم به دست، با معرفت، انسان شناس، کسی که بتانه خوب و بد خود خوب درست تشخیص بده، فرهنگ و تمدن خود بشناسه، بهش ارج بگذاره. ما به اون نیاز داریم، نه به جواد واری آدم ها. اگر شما دنبال توری یک نفرایی هستن که پرنفوذ هستن و مثل جنرال بوبین واری اشتباه میکنید. جنرال بوبین هر وقت دلایف میاد 3000 نفر دلایف شه، ولی سقوط بکنه نمی دولت، یعنی می دولت سقوط بکنه یک نفر دیگه تاجیک دلایف 5000 نفر دلایفش می باشه. متوجه باش. حال فعلا حکومت در دستشان است تا بالا میکنن، پاکستانی هم دلایفش میان. اون بیشتر یک دولت تو جنوب ببینید، شما تو فکر نکنه که ادمی افغانستان هستن و ادمی خراسان هستن و اینمی 3-4 وزاره میان زیادش باشه 300 یا 200 نفر از افغانستان باشه، دیگه کلش از پاکستان است. ما هر والله وقت لایف میرم در لایف از میرم سعی میکنم که پاکستانی صحبت داره. هر وقت رفتم دیدم که پاکستانی صحبت داشت. کیومرث عزیز حرفای خیلی قشنگ میزنی ها. ژرف این حرفا اگر آدم در بیابه خودش یک کتابه. حرفات قشنگه، اما میخوایم حرفت که تمام شد بعدش من حرف بزنم. ببخشید که مزاحمت شده ما واسه حرف. گپ این است چشم عزیز دلا، وقتی که شما میخوایم که رشد بکنه ملت ما، فرهنگ ما، تمدن ما باقی بمانه، تاجیک پذیر باشیم. اگر دشنام تانم یک نفر بیت خیر است. ما وارکو میدارم در لایف اندمون پس دوباره بیو شو ما رفتم در لایف جوان من بالا آورد. من میتونم برم در لایف پس برم بگم خوارت مادر تا داش نامتم اما اشتباهه. چرا بیاد ما به خود اجازه رو نمیدم که ما باور کنم کمک که داش نام میده کمک میام من داش نام میتم در کمنت اما داش نام ناموسی نه البته اما قسم که مثلا در بخش میهنی می باشه داش نامی اون قسم میدم، یعنی بخش ناموسی وقتی ما کسی تابل داش نام نداریم. امید که جور سرمند سرال باشه، تاجیک خود بپذیری، قبول بکنی، هزاری خود داغوش بگیری، ازبک خود داغوش بگیری، هر غیر اینمی طایفه سگ دیگه هر طایفه که بود داغوش بگیری. این به فایده تان است، به نفس تان تمام نمیشه. ما شما را اینمی ترک ها، اینمی ترک زبان ها زبان شما رشد داره. نگوید مثلا ازبک است تو چیکار یا هزار است، هزار است هم زبان ماست، هر کار کنه هم زبان ماست. اگه فکر کنی به خاطرستان بسازه خب زبان تو صحبت میکنه. مثال برات میگم، از هزاره کجا زوش میکشه بیچاره کجایی داره که هزار استان بسازه، یعنی به زبان تو صحبت میکنه. عرض بده برشان بکشان یعنی قدر بده به اونا را، یعنی اونا را همیشه وقت کوشش بکنید در لایفایتون باشه، در لایفشون نفتی داشتنشون نته با خود داشته باشن. جور صحت سلامت باشید. تشکر از اینکه وقت گذاشتید. من نماز رو میخوانم بعد از این در لایف. تشکر عزیزم. ممنون. کی در نوبت کی است؟ کی داره بساطش کدام چیز گفتنی داره؟ اگر اجازه باشه من حرف میزنم. بفرما زمیر جان خراسانی شما. درود عزیز دلم. به فرهنگم صدای خیلی قشنگه. تو دوست قدیمی من هستی اگر یاد باشه. اصلا هم صحبت کردیم خب خیر دیگه. بله. حالا آشتی ملی بین ما ایجاد شده. این پیرمرد 101 ساله رو برش ارج بگذاره نه. روی تصویرت باید خیلی محترمانه صحبت کنیم. بفرما زمیر جان. حرفای کیومرث واقعا جالب بود و ژرف بود. واقعا من دوستش دارم. خیلی حرفای عالمانه زد و دوستای دیگر ما حرفای خیلی قشنگ زدن. ترکا بزرگترین خدمت در فرهنگ ما کرده که من واقعا سپاسگزارشان هستم. من برخی ازشون سپاسگزارم. واقعا سلطان محمود غزنوی مادرش تاجیک بود، پدرش ازبک بود،
اما فرهنگ مرا رشد داد. امروز که ایران سنگ فردوسی به سینه میزنه، از برکت سرزمین منه، از برکت این ایران کهنه. فردوسی شاگرد دقی بلخی بود که 1000 شعر فردوسی از دقی بلخی است که بعدش فردوسی دنبال روش بود. کتاب فردوسی رو من 3 بار تمام کردم شنامیشه. با مردم ایران نوینم جستار کردیم، گفتیم من 3 تا مدرک دارم، تو 1 مدرک برای من بفرست که تو ایرانی. من 3 تا مدرک دارم در برابر تو 1 مدرک بر من وانمود کن. و مسئله دیگه این که چگونه ما افغان شدیم، سرزمین ما چگونه افغانستان شد. ترس انگل کثیف یا همون انگلیس که ما برش میگم انگل، از فرهنگ من و تو بود. تمرکزشان چرا در این سرزمین است؟ چون ریشه در اینجاست، سلحشور در اینجاست. این سرزمین 3 بار امپراتوری داشته. تاجیکستان و ایران سردار سپه شاخ و پنجه منه. ایران اصلی اینجاست که ما اینا بارها باشن جستار کردیم، ما دمار از روزگارشان در آوردیم و آخرین بزرگترین کار کردن مرا بلاک کردن. خب چون خرد و دانش و فهم و جستار ندارن. من با مدرک حرف میزنم، اونا دنبال کسانی هستن که بی سواد باشه بگه وا چه قشنگ حرف میزنی. اما از من بلخی ترس دارن، از من بلخی بی سواد ترس دارن. یگانه کاری که میکنن مرا بلاک میکنن. هیچ جایگاهی ندارم من در رخنمایی از اینا. هی زمیر میگن، میترسن. با من بلخی بی سواد اینا نمیتونن، توانایی جستار ندارن، نه دانش دارن، نه فهمش دارن، نه کاربرد واژگانشان درست است. آمدیم سر از این واژه افغانستان توسط انگلیس بر ما گذاشته شد و اینا آنقدر در فقر فرهنگی قرار دارن. در کجای دنیا شنیدی که نامت باشه افغان، پولت باشه افغانی؟ میگه به من نگو افغانی، به من بگو افغان، که این خودش یک واژه اشتباهست. پسوندی یا مالکیت به حساب دستور زبان پارسی مالکیت است. ایرانی، پاکستانی، هندی، چینی، اینا میشه افغانی. واحد پول چی؟ افغانی. همه چی را افغانی کردن اینا. 2 غذا ندارن. قابلی افغانی، کباب افغانی، چلاو افغانی. بابا تو شلومبای داری و دندکای. تمام شد رفت. شاعرت کی است؟ یک احمد شاه بابا داری که کلش کاپی از حافظ برداشته، بازگردان کرده به زبان پشتو. کتاب چی است؟ دستاورد تو در این طول تاریخ دودمان 130 ساله چی است؟ نخستین شاه تو خود شاه خراسان خطاب کرد. احمد شاه خراسان. تاریخ افغانستان 130 سال پیش پدید آمد. در این 130 سال تو چه کار کردی؟ برای من زنانه پوش ریشدار تولید کردی، ایروین گسترش دادی، لواطت کردی، لواطت شدی، هنوزم لواطت شدی، لواطت میکنی. این فرهنگ توست. من چگونه با تو افتخار کنم؟ اگه به من بخواد بگوی من افغان، یعنی من یک انتحاری، یک خودترقان، یک مرد زنانه پوش، یک لواطت کار یا یک لواطت شده هستم. چگونه من خود افغان خطاب کنم؟ چرا من خود افغان خطاب کنم؟ من که در دودمان خود، بگراون خود تاریخی بسا کهن دارم. شاهان سلحشور دارم. نخستین شاه جهان پیشدادیان بلخ بود.
بعدش هم گشتاسب بود. اینا که آمدن، اینا ایرانی ها میگن که ما تاریخ داریم. همین ایران نوین، ایران سردار سپه، ایران سوادکویی، ایران قزاق که در دوران ظاهر شاه دوزید نام ایرانه، ازش بپرسید تاریخ چی است میگه کوروش. اوکی، من بلخی هم به کوروش افتخار میکنم. پس اگر ازش بپرسی که کوروش کی است، کیستی و چیستیش بر من تشریح کو، نمیفهمه، چون بی سوادن، همه بی سوادن. من بهش گفتم کوروش، وقتی از کوروش حرف میزنی پسر کمبوجی یکمه. کمبوجی یکم کجا به دنیا آمده؟ در بلخ. افتخار تو به من برمیگرده. تاجدار تو منم، به من باید سلامی بزنی. گفت که سرزمین شما که نابوده، چرا همیشه جنگ بدبختیه؟ گفتم عزیزم، اینجا جای رادمردانه. انگل کثیف ریشه یابی کرده که ریشه اینجاست، که یک مشت افاقنه را گسیل کرده، اینجا اجیر گرفته، برده گرفته، فرستاده به خاطر نابودی فرهنگ من. اوغان دشمن من نیست، اوغان هموطن من است. اما شیهونیزم اوغانی که اجیر گرفته شده از طرف انگل، اون دشمن من است. ما اون ریشه کن میکنم. من به این کاغذ، به این نوک قلم، کاخ دشخیمان دون را ویران میکنم. اینا بارها گفتیم و همیشه ور به زبانم است. این شیرم از خودم است.